سلام، من مهرنوش کریمیان هستم. به برنامه زیرزمین خوش اومدید. در این قسمت شما را با هنرمندایی آشنا می‌کنیم که با اینکه فرهنگ‌ها و پیش‌زمینه‌های موسیقی مختلفی دارند، به عنوان یک تیم در کنار هم کار می‌کنند. این هنرمندا با ایده‌های منحصر به فردشون امیدوارم بتونن نقشی در تغییر خلق هنر و موسیقی داشته باشن. ما همچنین در آخر این برنامه یه سورپرایز براتون داریم که مطمئناً دلتون نمی‌خواد از دستش بدین. وقتی دیو ادمز داشت تصمیم سال جدیدش رو میگرفت، فکر کرد باید بیشتر خلاق باشه. این تصمیم باعث شد که کارش رو ترک کنه و به دنبال ایده پروژه گیتار که مدتی در سر داشت بره. نوازنده های گیتار که در این پروژه شرکت میکنن یه هفته وقت دارن آهنگ اصلی رو فقط با استفاده از گیتار و دستگاه ضبط صدا که بهشون داده شده ضبط کنن. بعد اونا گیتار رو امضا میکنن و به نوازنده دیگه میدن. این پروژه دیو رو به جاهایی که حتی فکرش هم نمیکرد برده. من دیو آدامز هستم، خالق پروژه گیتار آکوستیک. این یه تجربه موسیقی اجتماعیه و برای این راه افتاد تا برای بچه‌های موسیقی رو تشویق کنه که خلق کنن و سرگذشتشون رو بگن. ترانه سرا بودن یعنی چی؟ خانواده ما از مادر بزرگم تا من همه تو کار موسیقی بودن. متوجه شدم که چند تا از دوستای اهل موسیقیم خیلی با استعدادن. همینطور که توی اتاق پذیرایی نشسته بودیم، اونا گیتار رو برمی‌داشتن و یه آهنگ می‌ساختن. بعد می‌رفتن دنبال ضبط یه آلبوم. کار تولید آلبوم یکی دو سالی وقت می‌گرفت. فکر کردم آخه چرا؟ خلق این اثر فقط یکی دو دقیقه وقت برده. واقعاً معجزه است، ولی تولیدش این همه طول می‌کشه. فکر می‌کنم همه آدمای اهل موسیقی احساس می‌کنن که باید از تکنولوژی استفاده کنن. دلم می‌خواست این راه رو عوض کنم، واسه همین گفتم از ادیت کامپیوتری خبری نیست. باید با همین میکروفون ضبط کنی. 1 2 3 4 پس گفتم میخوام کارمو ول کنم و هنرمند بشم. اون موقع حتی نمیدونستم که این یعنی چی. فقط میدونستم باید خلاقیت بیشتری داشته باشم. دوست دارم مردم رو دور هم جمع کنم. واقعا کیف میکنم وقتی میبینم یه گروه دور هم جمع میشن و از برنامه‌ای که درست کردم لذت میبرن. مردم دنبال لحظه‌های ناب هستن. میخوان ببینن چه اشتباهاتی تو برنامه پیش میاد. میخوان اشک‌ها و احساسات رو ببینن و باهاش احساس راحتی کنن. امیدوارم پروژه ما برای کسانی که گیتار دست میگیرن کارایی داشته باشه. اونا یه هفته فرصت دارن و دیگه سراغ تولید آلبوم نمیرن. اصل ماجرا همینه، هم فرصت داشته باشن و هم از محدودیت‌ها خبری نباشه. واقعا پروژه محشریه، عالیه و خیلی هم مهمه. فکر میکنم مهلت تعیین کردن برای موزیسین کار خیلی خوبیه. میدونین چرا؟ چون ما آدمای دیوونه هستیم. میتونیم برای درست کردن یه آهنگ وقت خیلی زیادی بذاریم یا فکر کنیم که همیشه فرصت داریم که عوضش کنیم. گاهی 3 سال وقت میبره. فکر میکنم برای من و خیلیای دیگه بهتره که بهمون مهلت بدن. خب یه هفته وقت داری که این ترانه رو بسازی و تو هم فوری میشینی پای کار. واقعا عالیه. به این یارو که اسمش استیوه، همونی که گیتار میفروشه، زنگ زدم. داشت بساطشو جمع میکرد که بره آسیا و نمیخواست بارش زیاد باشه. فکر نمیکنم از گیتارش دل کنده بود، ولی شاید یه نفر قانعش کرد که گیتارشو بذاره و بره. خودش میگفت این گیتار دوست دخترمه. این گیتار برای من از دوست دخترم هم مهمتره. چرا میخوای بفروشیش؟ دارم از اینجا میرم، دارم برمیگردم جنوب شرقی آسیا. بردنش سخته. چاره‌ای ندارم جز این که بفروشمش. کاملا میتونستی ببینی که دلش نمیخواد. دلش نمیومد اونو بفروشه. از حرفاش میشد فهمید که حیفش میاد گیتارشو بفروشه. آره، نمیخواست بفروشه. فکر میکنم همین که فهمید گیتارش توی یه پروژه عالی شرکت میکنه، خیالش یه کمی راحت. آهنگ مثل خاطره میمونه. همیشه همراه آدمه. امیدوارم این گیتار به دست آدمای درست بیفته. اسم گیتارمو صوفی گذاشتم. بهش گفتم قول میدم که با دوست دخترت صوفی با احترام رفتار کنی و باهاش کارهای عالی بزنی. این حرفا تا حدی بهش آرامش داد و بالاخره گیتار رو به من فروخت. کمی بعد فرصتی پیش اومد که گیتار رو برای تعطیلات با خودم ببرم فنلاند. بار اول یه موزیسین جوون و فوق‌العاده به اسم اکسل انستروم با اون یه قطعه زد. اکسل سال 2011 نماینده فنلاند در رقابت‌های موسیقی یوروویژن بود.
این یه رویداد بزرگ هنری برای اروپاست. اکسل به من ایمیل زد و نوشت این گیتار معجزه میکنه. من این هفته 4 تا آهنگ درست کردم که باید یکیش رو انتخاب کنم و یه شعر قشنگ برای من فرستاد. پیش از اینکه اون آهنگ رو روی اینترنت بذارم برای استیو ایمیلش کردم و نوشتم هی استیو، فقط میخوام بدونی که دوست دخترت در چه حاله. اونم در جواب ایمیل من نوشت وقتی این ترانه رو شنیدم گریه کردم. خب این گیتار یه چیز استثنائیه. چند نفری به من گفتن که گیتار استیو همونی که اسمش رو صوفی گذاشته یه خاصیت جادویی داره. داشتم میرفتم اروپا، قرار بود به فنلاند هم سری بزنم. یکی از دوستام توی یه ایستگاه رادیویی کار میکنه. اون به من گفت اگه داستانی راجع به گیتار داری که به فنلاند مربوط میشه تو مصاحبت بگو. به خودم گفتم چرا یه کار با گیتار توی فنلاند شروع نکنم؟ بذار ببینم چی پیش میاد. پس اون گیتار رو با خودم بردم. توی راه یکی از چفت‌های جعبه گیتارم شکست. میدونین بردن گیتار توی هواپیما از اون کاراست. سفرم 6 ماه طول کشید و با 20 تای موزیسین کار کردم. کار خیلی خوب پیش رفت. اونجا بود که فهمیدم اگه میتونم این کارو بکنم، میتونم همه جا گیتار بزنم. یکی از چیزایی که همیشه توی پروژم راجع بهش فکر می‌کردم این بود که یه کنسرت بذارم. فنلاند محل اولین کنسرتم بود. برای من مهمترین مسئله این بود که همه توانشون رو توی این گیتار گذاشته بودن و باید جمع می‌شدیم و توی یه اتاق برنامه رو اجرا می‌کردیم. 20 تا موزیسین با اون گیتار کار کرده بودن و 15 تاشون میتونستن توی اون برنامه باشن. اتاق گوش تا گوش پر شده بود. مردم مجبور بودن روی زمین بشینن. واقعا یکی از بهترین لحظه‌های زندگی من بود. خیلی کار کرده بودم، روی این کار وقت گذاشته بودم و در اون لحظه واقعا نمیدونستم که چی عذاب در میاد. اون لحظه تنها امید من به کنسرت بود. وایسادم و گیتار رو دست گرفتم و داستانشو گفتم و اینکه چقدر استثنائیه. گفتم که قدر کار موزیسین هایی رو که روی این کار وقت گذاشتن میدونم و از کسانی هم که برای تماشا اومدن ممنونم. اکسل اومد. اون به موقعیت هایی که فشار زیادی رو باید تحمل کنی عادت داره، برای همین اصلا برای سخت نبود. صدای کسی در نمی اومد. حواس همه به کسی بود که به زیبایی گیتار میزد. وقتی اجرا تمام شد تماشاچی ها ما رو به شدت تشویق کردن. یکی از بهترین قسمت ها اونجایی بود که میدیدیم موزیسین هایی که همدیگر رو نمیشناسن با هم حرف میزنن و تجربهشون رو با هم در میون میذارن. بخت یارم بود. فکرمو با مردم در میون میذارم و اونا هم ازش استقبال میکنن و میخوان به این جمع اضافه بشن و حالا احساس میکنم وظیفه دارم که این راه رو تا جایی که میشه دنبال کنم و برای این کار باید خودم رو از نظر جسمی، ذهنی و احساسی تقویت کنم. خیلی وقتا ساعت 3 صبح میخوابم و صبحم ساعت 8 بیدارم. اصلا مثل یه کار معمولی نیست. اگه یه نفر دیگه راجع به فکرهای خودش فکر میکنه، من بهش میگم برو و اجرا کن و یه چیزی بساز. وقت بذار و با فکری که توی سرت کلنجار برو. هر روز یه قدم جلوتر برو و اون چه رو که تو نظرت عملی کن. چون تنها چیزی که بین یک فکر خوب و لحظه‌های خاص قرار داره تعهد و ایثاره. و اگه مردم متوجه تعهد و ایثارت بشن، ازت حمایت میکنن. و آخرین بخش این برنامه درباره یک گروه جوان زیرزمینی از هنرمند رپ در ایرانه. با وجود زندگی کردن در کشوری که شرایط حاضر موسیقی رپ رو نمیپذیره، این هنرمندان به شکل زیرزمینی کار میکنن. در این مصاحبه این گروه کمی درباره چگونگی ساخت کارشون، مشکلایی که باهاش روبرو هستن و انگیزه‌هایی که برای ادامه کارشون دارن میگن. با توجه به شرایط کنونی ایران، اعضای این گروه تقاضا کردن که هویتشون نشون داده نشه. گروه زیرزمین هستیم. اسم گروه ما زیرزمینه به خاطر اینکه کلا روی زمین جای واسه ما نیست. کلا چیزی که اصولا نمی‌دونم کنم. خیلی از این گروه‌ها توی ایران زیاده که زیرزمین کار می‌کنن. اما خودشون زیرزمین نیست. زیرزمین هم یه گروه تاریخی. 021 چند شده؟ نخوابیدیم واقعا. هر دفعه که میریم استودیو دیگه فردا صبحش نمیدونم چی میشه، مجبور شدیم صبح خوب بلند شیم، ولی شبش دیگه تو 4 حداقل حدوداً 8 سال تقریبا به کار زمین شروع کردیم. اما خب برای رکورد کارا یه مقدار بیشتر، تقریبا 6 سالی که کار رو رکورد کنیم نصب کنیم، ولی خب از این 8 سالی که شروع کردیم. نشو گل من از دل من
میگی چرا میبینی هر شب تو تل پنج تو اون رپری که تو زندگی بر ما تاثیر داشت ما نسبت به سن کمی که داشتیم رپ رو شروع کردیم از همین رپرهای بینامی که در ایران میبینی کار میکنن از اونا شروع کردیم رپ رو با اونا شناختیم بعدن با امینم و توپاک و اینا مثلا موزیکاشون آشنا شدیم ولی با همین ما رپ فارسی شروع کردیم و تو آخرش در رپ فارسی هستیم. کلا موسیقی رپ طوری شناخته شده که همه فکر میکنن که با معیارها و ترازهای اجتماعی اصلا همخوانی نداره و وقتی که مثلا یه نفر یه خانواده دار یه رپر رو توی میبینه فکر میکنه که مثلا از اوباشن یا مثلا اینکه کلا با انجارای جامعه اصلا همخوانی ندارن ناسازگارن و عکس العملی هم که ما میتونیم نشون بدیم واقعا کاری از دست اون بر نمیاد که بخوایم که عکس العملی از خودمون فقط اینی که میتونیم سرمون بزنیم پایین رد شیم چون ما آدم چیزی که بخوایم مثلا چیزی رو به زور به مردم بخورونیم. البته اینا تقصیر خودشون نیست شاید بعضی وقتا یه چیزهایی در مورد کسایی میبینن که این تفکر تو ذهنشون ایجاد میشه خب یعنی کسایی شاید خراب میکنن. بله خب راست میگه سری من دیدم که رپ کار میکنم و به عقیده مثلا یه سری آدم‌ها مثلا یه سری آدم‌ها میان توهین میکنن خب این حقیقتا درست نیستش درسته رپ یه سبکی که توش آزادی بیان داریم و هر چیزی که مثلا بخوام میتونیم بگیم ولی این درست نیستش که ما بخوایم به عقیده مثلا شخصی آدمی بخوایم توهین کنیم تو کارا و این چیزا باعث شده که مثلا دیدگاه مردم عوض کنه ماشینای جشن اکثر الان جوونا دارن به موزیک رپ گوش میکنن ولی اون حیثیتی که نسبت به رپ باید داشته باشه ندارن. مثلا یه خواننده پاپ اگه یه آلبوم بده چند میلیون فروش میره اما یه رپر مثلا آلبوم بده اون هزینه آلبومش هم حتی براش بر نمیگرده. یکی از مشکلات ما اینه درسته؟ اسپانسر بله کسی نیست که ما حمایت کنه به اون صورت اماده مالی ما هرچی باید جیب خودمون خرج کنیم واسه خرجی هم که برای کارمون داریم میکنیم به خاطر اینکه مثلا به اسم زیرزمینی یا مثلا موسیقی رپ رو میشناسن خرجی هم که چه برای ضبط کارو چه برای آهنگسازی چه برای پخشش تمام خرجی که میکنیم خیلی از خرجایی که اونو میکنن حتی بیشتره شاید خب ما حتی بیشتر از اونها داریم زحمت داره کارمون میکشیم ولی هزینه‌مون باز از کسایی که دارن مثلا به صورت مجاز و پاپ و سبکای دیگه دارن کار میکنن بیشتره. ما توی سن و سالی بودیم اون موقعی که هر جوانی توی سن و سال توی راه میره خب یکی سمت ورزش میره یکی به فیلم علاقه‌مند میشه هر کی توی سمتی توی جهتی مسیرش رو طی میکنه خب ما اون موقع بود با رپ فارسی آشنا شدیم شروع کردیم به این کار خواستیم یه عضوی تو خانواده رپ فارسی باشیم در آینده. یه ماشین لازم دارم برم با خوش بیت گوش کنم. اگه رپ ما به نسبت به رپی که تو غرب داره کار میشه مخاطب کمتری داره و حتی تو ایران مخاطب کمتری نسبت به سبکای دیگه داره علتش اینه که خب تازه 10-12 ساله داره رپ کار میشه و 5-6 ساله داره به صورت حرفه‌ای کار میشه خب اونور 30-40 ساله دارن رپ کار میکنن بالاخره توی ایران هم ما شاید 10 سال دیگه 20 سال دیگه شاهد این باشیم که سبک رپ مخاطبش اندازه سبکای دیگه که تو ایران داره کار میشه و حتی خارج از کشور بیشتر باشه. خیلی هم خوشحالیم از این قضیه. ما خیلی دوست داریم که مردم جاهای دیگه دنیا رو جوانای ایرانی یه حسابی باز نکنن که اینا مثلا از این سری داستانا عقبن و جهان سومن و اینجور صحبت‌ها اصلا اینجوری نیستش. ما گویش زبان فارسی جزء اولین گویش‌هایی بوده که تو جهان به وجود اومده چون تمدنمون خیلی قدیمی‌تر از این صحبت است بخوام مثلا جای دیگه فکر کنن که مثلا ما نه جهان سوم نه موسیقی داریم کار می‌کنیم فایده‌ای نداره. ما خیلی دوست داریم و هدف بزرگمون چه کسایی که بزرگای رپ که دارن تو ایران دارن کار می‌کنن هدفمون اینه که این گویش فارسی که واقعا یه گویش درست حسابیه با تاریخ با تمدن مثلا پشتیه به قول معروف این همه گوش کنن همه جای دنیا رپ فارسی گوش کنن یه سبک مورد علاقه بشه براشون و خیلی هم هنوز جا داریم نمیتونیم بگیم عقبی مردم در 12 سال رپ کشور و این پایان برنامه ماست. اگر راجع به هنرمندا و فعالانی که در زیرزمین معرفی شدن اطلاعات بیشتری میخواین به سایت‌های مجازی زیرزمین سر بزنید.
مرسی که با ما بودین. تا دفعه بعد.